رئیس کل بیمه مرکزی میگوید شرکت‌های بیمه باید خسارت افت قیمت خودروها را در بیمه شخص ثالث پرداخت کنند. آقای استاد هاشمی گفت بیمه مرکزی در حال تهیه دستورالعمل روش محاسبه و پرداخت این خسارت است. پس از ابلاغ این دستورالعمل مردم بدون مراجعه به شورای حل اختلاف افت قیمت را دریافت خواهند کرد. صاحبان این خودروها اگر جان سالم از آن به در برده باشند، خسارت‌های مالی را باید به جان بخرند. از هزینه تعمیر و تعویض قطعات الان خسارت من یه چیزی هولوش 45 میلیون تومنه، حالا بدون افت قیمت تا افت قیمت خودرو. نزدیک 100 میلیون باید بلو اجرت بدم. 21 ماه کارم بیفتم 450 تا 500 میلیونم از افت ماشین دارم، نزدیک 1 میلیارد تومان. او بابارم که من دلم نمیاد که روز شب بنزم زندون چی کارش کنم آخه. در حال حاضر مردم برای دریافت افت قیمت از بیمه ها باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنند. افت قیمت هم شما باید برید 2 میلیون شورای حل اختلاف پول بدی، کارشناس بیاد، بعد تازه کارشناس اومد میگه آقا 2 میلیون دادی، قیمت رو تعیین میکنه، حالا دوباره برو 2 میلیون تومان دیگه بده، یه پرونده جدید باز کن، بعد برین توافق کنین. حالا بیمه مرکزی تصمیم گرفته این فرایند را کوتاه‌تر کند و بیمه ها همزمان با سایر خسارت‌های مالی افت قیمت خودرو را هم محاسبه و پرداخت کند. اگه با ماشین لوکس تصادف کردی حواست به این نکته باشه. طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، دارنده ماشین‌های گرون قیمت لوکس موظفن که ماشینشون رو بیمه بدنه کنن. و هنگام تصادفات شخص مقصر فقط باید معادل قطعه آسیب دیده یک خودروی دنا پلاس خسارت پرداخت کنه. یعنی مبنا در حوادث خودروی داخلیه. برای مثال معادل 13 میلیون تومان به سپر یک خودروی ماشین گرون قیمت خسارت وارد شده، فقط باید معادل قیمت سپر دنا پلاس معادل 1.5 میلیون تومان خسارت پرداخت بشه. و قانون هم 100% پشت سر شماست.